بیایید اکنون خاصیتی دیگری رو من اینجا نقل کنم. فرض میکنیم که اگر فونکسی دو داشته باشد با آن یگان دویمی ضرب شده باشد، آنگاه فونکسی دویمی رو با اون چقدر حساب میکنیم؟ اینجا بیاید من نویسم لیمه بهترش نویسیم با چی؟ قلم سیاه. اینجا می نویسم لیمه دو. لیمه دو چی میگوید؟ فرض میکنیم که f کلان از x فونکسی ابتدایی یگان فونکسی دو داشته f از x باشد و k یگان دویمی دیل ها. آنگاه لیمه چی میگه؟ آنگاه k ضربی f کلان از x این میشود فونکسی ابتدایی k ضربی f مشترک از x. همین رو ما باید اثبات کنیم. اثبات من از تعریفی فقط تکیه میکنم به تعریف فونکسی ابتدایی. تعریف فونکسی ابتدایی چی بود؟ فونکسی f کلان از x فونکسی ابتدایی f مشترک از x نامیده می شود اگر حاصله فونکسی f کلان از x برابر باشد به f مشترک از x. این برابری است. من میتونم این برابری رو به یگان عدد ضرب بزنم، میتونم به 2 ضرب بزنم، هر دو طرفش رو این برابری تعیین نمی‌یابد. میتونم به 4 ضرب بزنم، این چنین میتونم به یگان دویمی k ضرب بزنم، هر دو طرفش رو با k ضرب بزنم و k از بس که دویمی است من میتونم به درونی چی؟ حاصله k رو نویسم، اینجا نویسم میتونم k f از x حاصلهش برابر است با k f مشترک از x. انا این رو اکنون میتونم یک فونکسی نو چی کنم اشاره کنم و فونکسی طرفی راست رو هم یک دیگر فونکسی دو داشته میگم و موافقی تعریف اینجا حاصل کردیم که فونکسی نو یعنی k ضرب f کلان از x این فونکسی ابتدایی k ضرب f مشترک از x است. انا چونونه که دیدیم اون چیزی که من اثبات کردیم بودم. آسان، خیلی آسان. بیایید اکنون اینجا من با یک مثال دیگر نشان دهم. مثال فرض میکنیم که فونکسی داده شده این برابر باشد به سینوس x و کانستانت برابر باشد به 7. اینجا چی بود؟ اینجا من فونکسی f کلان رو انتخاب کردنیم. f کلان این موافق تعریف باید حاصله اش به برابر باشد به f مشترک از x. اینجا f مشترک از x ما این برابر بود به سینوس x. f کلان از x رو من انتخاب کرده میتونم کوسینوس اشاره میکنم کوسینوس از x. انا میخوام یا مینوسی کوسینوس از x، چون که حاصله مینوسی کوسینوس از x این برابر است به چی؟ به سینوس از x. اکنون 7 رو میگیرم به هر دو طرف به همه طرفی این برابری ضرب میزنم. اینجا چی حاصل میشد؟ اینجا 7 مینوس
برابر است به 7 f شتریخ، این برابر است به 7 ضرب f قطر x برابر است به 7 ضرب سینوس از x. از اینجا حاصل کردیم که فونکسی ابتدایی f خردترک از x ضرب k این برابر است به مینوس 7 کوسینوس از x.